دوستان خوبم، برای درست کردن خمیر کیک فقط کافیه که خامه رو کمی فرم بدیم و بعد تکه هایی از حالا کیکی که داریم رو داخل خامه بریزیم کامل و شروع کنیم به مخلوط کردنش تا خمیر کیک به دست بیاد. ببینید که حجم و غلظتشون چطور هست و به این میگن خمیر کیک. روی کپسولای کاپ کیک رو با خمیر کیک پر کردم و حالا دیگه شروع میکنم روشون با خامه روزت میزنم. دوستان خوبم، همینطور که دیدید درست کردن کاپ کیک ها خیلی راحت بود و مقرون به صرفه و با حداقل امکانات توی خونه میتونید این کاپ کیک های خوب رو درست کنید و از این طریق به درآمد برسید و یه بیزینس خونگی داشته باشید.